دوستان همکاری عزیزی که در رابطه با درجه ترموستات اختلاف نظر دارن، من این روزا میبینم که هوا با گرم شدن هوا خیلی از دوستان دارن میگن که ترموستات 75 بندازین، 78 بندازین. دوست عزیز، شما ترموستات تا هر چی بندازی سر خط اول آمپرت، همون خط C یه خط بالاتر، ترموستاتت باز میشه. این فنه که آمپر به وسط میرسه و بعد شروع به کار میکنه. ترموستات درجه فن نیست، ترموستات دلیل به شروع به کار فن نیست. اینا اشتباه نکنید و با هم قاطیش نکنید. دمای اشتعال پذیری بنزین بهترین دمایی که میتونید داشته باشین توی موتور 90-96 درجه است. ما هر چقدر ترموستاتمون رو پایین تر بندازیم، فن میاد خودش، یعنی فشنگی فن خودش میاد توی درجه 96 درجه یا 88 درجه یا 90 درجه یا 90 درجه میاد فن رو به کار میندازه. پس ما ترموستاتمون فقط یه کار انجام میده، چرخش آب توی موتور رو توی سیستم خنک کننده